یه یادگیری اشتباه میتونه کل هدفاتو نابود کنه. همه فکر میکنن با حفظ کردن چند تا کلمه میتونن زبان ترکی رو یاد بگیرن، ولی این اشتباهه. وقتی شما از پایه زبان رو بلد نباشین نمیتونید به نتیجه دلخواهتون برسید. حالا من اینجام تا بهت بگم یادگیری زبان ترکی استانبولی خیلی راحته. توی این ویدیو بهت نشون میدم. آخر ویدیو هم چند تا نکته مهم بهتون گفتم که هیچ جا ندیدین. ما بدون حروف الفبای ترکی میتونیم زبان ترکی رو یاد بگیریم؟ نه. میگید چرا؟ چون ما باید اول حروف رو بلد باشیم، بعد بتونیم کلمات و جملات ترکی رو بخونیم و بنویسیم. پس شرط اولمون یادگیری حروف الفباه. الفبای ترکی استانبولی از 29 تا حرف تشکیل شده که همشون حروف لاتین هستن، اما ما 5 تا حرف داریم که از نظر نوشتاری هم با انگلیسی فرق میکنه، چه برسه به گفتاری. خب بریم درس امروزمون رو ببینیم. من برای هر کدوم از حروف الفبا یک مثال میزنم و تلفظش رو به فارسی براتون مینویسم. کلمه‌leri benden sonra tekrar edin. A صدای آ میده، آنه. B صدای ب میده، ببک. ج صدای ج میده، جویز. چ صدای چ میده، چوجوک. د صدای د میده، دوماتس. ا صدای ا میده، او. اگه ویدیوی منو تا اینجا دوست داشتین لطفاً لایک کنید. خب بریم ادامه حروف. حرف بعدیمون حرف ف هستش. صدای ف میده، مثل فاره. حرف بعدی گ صدای گ میده، مثل گملک. حرف بعدی حرف یوموشاک گ یا همون گ نرم هستش که صدا نداره. نکتهشو حتما آخر ویدیو بهتون میگم، اما مثالش رو ببینیم. یوموشاک گ مثل آچ. حرف بعدی حرف ه صدای ه میده، حووز. حرف بعدی حرف ا هستش. این حرف متفاوته و معادل فارسی نداره، پس خوب به صداش دقت کنید. بچه برای اینکه این حرف رو راحت تلفظ کنید باید اینو در نظر داشته باشید که دندوناتون رو به هم بچسبونید و از ته گلو تلفظش کنید. این حرف یه چیزی بین ا و ایه، به خاطر همین اینجوری راحت تر یاد میگیریم. مثل ارماک. حرف بعدی ای هستش که خب معادل فارسی هم داره، مثل انجیر. حرف بعدی حرف ژ صدای ژ میده، مثل ژت. ک صدای ک میده، مثل کایوک. حرف بعدی حرف ل صدای ل میده، مثل لیمون. خب من یه نکته رو بهتون بگم. یه سری از این حروفا تقریبا 5-6 تاشون نکته های مهمی دارن که آخر ویدیو من همه این نکته ها رو بهتون میگم، پس آخر ویدیو رو از دست ندین. خب ادامه حروف. حرف م رو داریم. م صدای م میده، مثل ماسا. ن صدای ن میده، مثل نومارا. حرف او صدای او میده، مثل اجاک. حرف ا صدای ا میده، بچه این حرف هم معادل فارسی نداره. فقط تنها کاری که باید بکنید اینه که او رو از ته گلوتون بگیم و کشیده تلفظ کنید. میشه او ساده رو بگیم او نقطه دار مثل افکه. حرف بعدی حرف پ صدای پ میده،
مثل پارا. حرف بعدی حرف ر، صدای ر میده مثل رچل. حرف بعدی حرف س، صدای س میده مثل سوت. حرف بعدی که شبیه س ولی ش خونده میشه، صدای ش میده مثل شوفر. بچه ها یادتون نره این کلمه ها رو بعد من تکرار کنید. حتی اگه چند تا کلمه ترکی بلد بودین خیلی خوشحال میشم با همین حروف الفبا برام چند تا کلمه مثال بزنید توی کامنت ها. حرف بعدی حرف ت، صدای ت میده مثل تاه. حرف بعدی حرف او، صدای او میده، او ساده است مثل چی؟ اوچورتما. اما حرف بعدیش که او نقطه داره مثل او نقطه دار کشیده و از ته گلو تلفظ میکنیم. با من تکرار کنید. او مثل üzüm. خب 3 تا حرف آخر رو بگیم و بریم سراغ نکات اصلی درس که اصلا اگه اون نکات نبودن خب ما نمیتونستیم تلفظ و لهجه ترکی رو بگیریم. حرف بعدی حرف و هستش، صدای و میده مثل وازو. ی، صدای ی میده مثل یمک. ز، صدای ز میده مثل زیتین. و الفبه بیتی. الفا تموم شد. حالا بریم سراغ نکات. نکته اول نکته حرف ا هستش که کنارش هم من ستاره گذاشته بودم. اگر حرف ا قبل از حروف ل، م، ن، ر بیاد صدای ا میده مثل güzel، پنبه، بن، مروه. دقیقا همونطور که شما توی این 4 تا مثال ا رو قبل از این حروف دیدین و دیدین که صدای ا میدن. ما هیچ وقت نمیگیم گوزل، میگیم گوزل. یا مثلا نمیگیم پنبه، میگیم پنبه. بن نداریم، بن درسته. مروه نداریم، مروه درسته. معنی کلمات رو براتون نوشتم. و اما نکته‌ای که در آخر داریم، در 90% مواقع از این قاعده پیروی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی در 10% مواقع ما از این قانون پیروی نمی کنیم و یه سری کلمات استثناء داریم که اونا رو شما به مرور زمان با تمرین کردن، گوش کردن، روخوانی کردن یاد میگیرید. مثل کلمه علما. قبل از ل اومده ولی علما خونده میشه، علما خونده نمیشه. حالا این 10% رو چه حسابی، در چه اصولی به این حالت خونده میشن، این دیگه واقعا قانون و قاعده ای نداره و جزء استثناء هستن که همونطور که گفتم با تمرین کردن اون 10% کامل دستتون میاد. حالا میرسیم به نکات حرف یوموشاکه. یوموشاکه چه معنی میداد؟ گ نرم بهش میگیم و نکته هاش چیا هستن؟ اولین نکته، این حرف هیچ وقت اول کلمه نمیاد، همیشه وسط و یا آخر کلمه میاد. پس حرف اول اون کاربردی نداره. پس من اینجا در جا توی دفترم میام یوموشاکه بزرگ رو خط میزنم، چون تا ابد نخواهم ازش استفاده کرد، چون که همیشه یا وسط میاد یا آخر میاد. حالا تو مثال هم میبینید. پس نماینده فارسی یوموشاکه میشه حرف همزه. چرا؟ چون یوموشاکه هیچ صدایی نداره، همزه هم هیچ صدایی نداره. ما اومدیم اینا رو به هم دیگه تشابه کردیم چون که شبیه همن. هر دوتاشون اول نمیان، وسط و آخر میان، هر دوتاشون صدا ندارن و حرف صدا داره قبل یا بعد خودشون رو کشیده تر تلفظ میکنن. حالا یوموشاکه قبلش آ باشه، اون آه یه ذره کشیده تر تلفظ میشه برای مثال. و اینکه شما بازم کلماتی که یوموشاکه دارن رو هم توی این درس داشتین، هم توی درس‌های بعدی خیلی خواهید دید. به اینا میگیم حروفی که در اصل در زبان فارسی، در الفبای فارسی معادل ندارند.
تشابه دادیم یوموشاکه رو به همزه، اما خب دقیقا معادله هم نیستن و ما حرفی به اسم یوموشاکه یا گ نرم نداریم توی فارسی. پس چی شد؟ حرف اول یوموشاکه، حرف دوم حرف ا هستش. ا رو با هم دیگه تمرین کردیم، میخوایم دوباره تمرین کنیم. گفتیم ا هم معادل فارسی نداره، یه صدایی بین ا و ای هستش. من میگم بعد من دوباره تکرار کنید. ا از ته گلو، ا دندونا رو به هم بچسبون، از ته گلو یه بار دیگه با من تکرار کن. ا حرف سوم این صفحه هم همینطور، باز هم معادل فارسی نداره و چجوری تلفظش میکردیم؟ کشیده از ته گلو که دقیقا اینجوری میشه. بعد من تکرار کن. و حرف صدادار بعدیمون او هستش. او عین اوه ولی فرم لبمون متفاوته. لبا بازتره، لبا قنچه تره و همونطوری از ته گلو و کشیده تلفظ میکنیم. پس اینا حروفی بودن که معادل فارسی نداشتن. بچه‌ها اگه میخواین تمرین هم داشته باشین بعد از هر درسی، چون اینجا تایم ویدیو خیلی طولانی میشه، من براتون توی تلگرام تمرینا رو میفرستم. فقط کافیه که این شماره همراه رو سیو کنید و توی تلگرام پیام بدین، درخواستتون رو e'lam کنید و یا اینکه به این آیدی اینستاگرام میتونید دایرکت بدین که bozam میتونین سوالاتتون رو بپرسین. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.